ساعت 4 عصر روز پنجشنبه، یعنی 29/12/1398. سلام بینندگان چینل جاغور استار. امیدوارم هر جایی که هستین زندگی به کامتان باشد، تنتان سالم و روز و روزگارتان خوش باشد. دوستان، امروز در بازار قجور قرار داریم و میخوایم یک ویدیوی کوتاهی از آخرین ساعات سال 1398 خدمت شما تقدیم کنیم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیرد. استادی از کیه؟ سلام علیکم. عرض ادب و احترام. خوب هستین؟ نه پختو من نمیفهمم، فقط فارسی چون بلد نیستم متاسفانه. سلام عرض ادب. اسم مبارک؟ اسم از ما قدرت است. قدرت الله. فامیلی هم شما تخلص میکنین؟ تخلصم دوران است. آقا دوران از کجا هست؟ از ولایت غزنی ولسوالی گیلان، از قریه شنکه هستیم. عجب. چطور که جاغوری پیدا کردی؟ خب زیاد وقت میشه. جاغوری خب وطنی از ما است، از افغانستان هستیم. باز با چی هستیم. خب چی داری برای فروش؟ چی آوردی؟ آنی کشمش و نخود و کشمش سرخ و سیمی، آنی چیزا آوردیم. خب میشه که بگین که چند رقم کشمش است و کیلو چند است؟ کشمش 3-4 رقم است. خب از 1.5 ساعت شروع است تا 200 روپیه شروع است. خب نظر به امون نوعیت و کیفیتش حتما قیمتش فرق میکنه؟ فرق داره. خوب و خراب داره، نه ارزان و گران میخورم اونجا. خب به آخرای سال 1398 قرار است که فردا سال تحویل شود. چطور خانه نرفتی؟ خب خانه خوب میرفتم، خب اما در این روزا یک کمک کار میشه دیگه. وقتا باز کارا خیلی خواهد با هم ختم. یعنی در آخرای سال نو به خاطر که سال تحویل میشه و مردم آمادگی سال نو میگیره، کاربار خوب است؟ کم داره خوب است. خب این سال خوب است مثل پارسال. سلام. خوب هستی؟ اسم مبارک؟ سلامت باشه. احمدی هستم. حبیب احمدی. حبیب احمدی، حالتون خوبه؟ زنده باشید. زنده باشید. تشکر. چه مصرفیت چه کار می‌کنید؟ ما خیاطی نمیدونیم بازار گوشش. اصلا که برای سال نو بله حتما مردم لباسای نو جور منن و حتما سر شما هم شلوغ بود. خیلی زیاد شلوغ بود. گرچه وضعیت روحی مردم چندان خوب نیادمی اید، ولی بازم خوبه. ظاهرا که میگرنی مردم روحیش خوب الحمدلله، تا جای بد نیه دیگه. کار سرزموک شلوغ بود. کرونا ویروس هم سر کاروبار شما تاثیر خود مانده نه؟ چرا از این پیش ما در ایام عید برای بعد از عید 20 روز نوبت میدادیم مشتری‌ها را. این سال دیگه برای بعد از عید ما اصلا تا بال لباس گرفتیم به تعداد محدود کم. خب سالی که داره میگذره چطور یک سالی بوده برای شما؟ بد نبود، در کل بد نبود. کدام هدف‌های هم داشتین؟ ده هدف‌ها رسیدین یا نه؟ خوب بود، بد نبود. برای سال نو چی هدف‌های تعیین کردین؟ ان شاءالله که در تلاش هستین که در هدف‌ها برسید. چرا ما وسعت کار یک از هدف‌های ما که ان شاءالله در سال آینده قصد دارم کمی کار خیر کم وسعت بدیم، از خیاطی یک کم ذره فراتر بریم تا جای وسایل هم فراهم شده دیگه. قصرم یک کوچک تولیدی را بندازیم در بازار گوجر ان شاء الله، به خاطر که روحیه مردم، کاروبار مردم یک کم ذره مدرن تر شود ان شاء الله. از سال تحویل خبر دارین که چه ساعت سال تحویله؟ بله، فردا ساعتی 8 بجه ظاهرا. آماده گرفتار شده؟
آمادگی ها گرفته شده. به خاطر خرج سالی آره دارم. با خاطر از آرزو میکنیم که سال نو را یک سال پر برکت برای شما باشه. سلامت باشی. ما هم آرزوی موفقیت برای شما میکنم. من نمیفهم از کدام رسانه ولی بازم آرزوی موفقیت دارم برای شما و همچنین عید را پیشاپیش برای همه مردم افغانستان تبریک میگم و آرزویم که امی ویروس هر چه زودتر مردم ما را، مسافرین ما را که در سر تا سر دنیا رها کنه دیگه ما شر از آرام شویم و آرزوی موفقیت و پیروزی برای تمام مردم موفق و پیروز باشین. ممنون از اینکه دعای خیر کردیم برای مردم. تشکر شما. خوش باشین. وقت نگیرید. آی نگذار چطوری؟ جان شمجور. بخیر. جان شمجور بخیر. شکر فضل خدا. شما خوبین؟ صحت؟ نشونیم بیشتر چی مصرفیات چیز کار نه. جناب این دکان خوراک فروشیه. دیگه اینمی مصرفیات داریم دیگه. خبر داری که ساعت چند علی؟ ساعت نه. امروز چی روزه یعنی؟ باید سعی کنم؟ دل تو اگه سعی نسعی کنی نه هیچ مشکل نداره. 3:47 دقیقه اینجا صاحب دقیقه. امروز به نظر شما امروز خاصه یا نه؟ آخرین روز سال دیگه. ساعت چند گفتی هستن؟ ساعت 3:47 دقیقه. 3:47 دقیقه یعنی آخرین ساعت‌های سال 1398. سال دیگه. برای سال تحویل هم کدام آمادگی گرفتین؟ آمادگی خاصی نداریم دیگه انجینر صاحب. شلوغ بوده و دیگه همینجی مصرفیات. لباس نو جور کردی یا نه؟ لباس نو نه انجینر صاحب. چرا حتما داره؟ دریم دیگه. موفق باشید. چطور بود سالی که در حال گذران هست؟ چطور یک سال بود برای شما؟ خوب بود، بد نبود. باز از خاطر این ویروس باز بازار هم یکم جمع جوش کمتر بودن نسبت با سالهای دیگه. بازم خوب بودن. خدا رو شکر راضیم. خب برای سال نو هم کدام هدف تعیین کردی برای خود؟ هدف خاصی ندارم انجینر صاحب. مصرفیات ها داریم دیگه که دکانداری کنیم و بس. ان شاء الله آرزو می‌کنیم که سال نیک در پیش رو داشته باشیم. سلام. سلام علیکم. اسم مبارک. علی خان. علی خان فامیلی؟ افضلی. آیا افضلی چی مصرفیت داری؟ ما مصرف دکان هستیم. خب در بازار قجور؟ در بازار قجور. ان شاء الله موفق باشین. آخرای سال 1398 رو خبر داری؟ بله. سال تحویل چی ساعته؟ ساعت 8 و 19 دقیقه مترو هست. سلام به خدا. خیلی جدی گرفتی سال 90. آقا سالی که گذشت چطور بود؟ یک سالی بود بنظر؟ خوب بود، زیاد تعریفی نبوده. خب از چه لحاظ تعریفی نبود؟ کاربار صحیح نبود متر. وضعیت خب دلیلش میشه بگو چی به خاطر چی کار بود؟ دلیلش ناامنی است، پیسه در مردم نیست، بیکاری است، همین ترکیب است. خب متاسفانه در این اواخر که شیوع کرونا ویروس هم مردم نگران ساخته، این هم تاثیر منفی روی کاربار داشته برای شما؟ همین زیاد داره. چرا نه؟ چطور است در این روزهای آخر سال سوداگری شما خرید و فروش چطوره؟ خرید و فروش زیاد نیست. آسیب محترم روز بخیر. اسم مبارک. ما شما رو با اسم آقا میشناسیم. اگه سید حسین چه تخلص می‌کنید سید حسین؟ موسوی. آقای موسوی چی مصرفیت دارید؟ دکان سبزی فروشی داریم. خب چطور که خانه نرفتین آمادگی سال نو نمیخواین بگیرین یا گرفتین چطور؟ ما قبلا درست پیش گرفته بودیم. خب به خاطر که دیگه سبزی موزی آوردیم برای مردم دیگه هستیم تا نماز دیگر رو نماز مغرب. خب چطور از خرید و فروش چطور است؟ مثل سالهای سابق کمتر شده زیادتر شده؟ از خرید فروش راضی هستین؟ بازم خدا شکر آقای آوری مثل هر سال که نمیشه باز به هر حال دیگه بازم خدا شکر خوبه. یعنی امسال کمتر از سال قبله؟ دقیقاً. خب تاثیرش چیه؟ تاثیرش شاید مثلا اقتصاد مردم باشه، چون اقتصاد مردم تقریبا ضعیف شده دیگه. قیمت هم خیلی بالا. ما مثلا از این پیش پیاز میخریدیم در 220 روپیه، امسال مثلا 10 میرسه پیاز از 400 روپیه. بله. خب مردم هم دیگه تقریبا واقعا اقتصاد ضعیفه، قیمت ها بالا. خب متاسفانه شیوع ویروس کرونا هم روز به روز زیادتر میشه. خب متوجه هستین این هم روی بازار شما روی کاروبار شما تاثیرش مانده؟ تقریبا آقای آوری به خاطر که حالا اگه ویروس
در جاغوری هست یعنی یا کم یا زیاد اموامش بیشتره. خریدا به خاطر از ویروس زیادتر شده. مثلا خرید لیمو، بله. مثل نارین چیزایی که کلسیم داره بیشتر سودا میشه. بعد سالی که در حال گذشتنه، در آخرین ساعات سال 1398 قرار داریم، خب متوجه هستین. چطور بوده؟ سال خوب بوده برایتون؟ به هر حال سال بعد نبوده. خب کدام هدفی داشتین؟ در هدف هم حتما رسیدین ان شاء الله. حتما. خب بالاخره هر کس کاربار داره، یک هدف هم داره. خب سال که در پیش رو داریم که فردا هم قراره که سال تحویل باشه، چه آرزو دارین؟ میخوان در چه هدف خود برسین؟ انشالله که در یک کشور یک صلح پایدار، یک امنیت آرامی باشه. بالاخره کاربار کنیم یک هدفی هست. انشالله. آرزوی موفقیت داریم انشالله که سال پر برکت داشته باشین. خوش شدیم. بخشش باشه که وقت شما رو گرفتیم. خوش باشید. رضا. چی تخلص؟ علیزاده. آقای علیزاده خانه‌اش از کجا؟ خانه‌ش هم غجور. از خود غجور؟ آره. احسن. چی مسئولیت دارین؟ چیز کار می‌کنین در بازار؟ مسئولیت این دکانداریه. خب چطور است در این وقتا که شب و روزای عیده کاروبار چطوره؟ کار فعلا کار نیه. خب به خاطر چی؟ دلیلش چیه؟ دلیل چی؟ نمی‌فهم باشه. دلیلش میتونه اقتصاد مردم باشه یا اینکه کرونا. شما کدام بیشتر دلیل کمکاری می‌بینید؟ والا دلیل کنکاری کسه احتمال زیاد کو به خاطر مثل جنگلی شدمی کرونا باشه دیگه. خب طبیعتا هم از لحاظ روحی مردم خورده خسته کردن، از لحاظ اقتصادی دیگه حتما دلیلش هم باشه. این کلچه ها کیلویی چنده؟ بسته‌ای یا کیلویی؟ یا به حساب کیلویه کلچه. چند نوع کلچه وجود داره؟ کلچه دو نوع. کلچه بیسکویتی، کلچه نرم، کلچه دو. باز قیمتش یک چیز یا نه فرق کنه؟ خب قیمتش خواهی فرق نه است. خاطر کدام کلچهش قیمت‌تره، کدام ارزان تره؟ همین کلچه بیسکویتی قیمت‌تر است. خب دلیل قیمتیش چطوره؟ دلیل قیمتیش که سماوات فرق کنه. باشم روی تلفن صحبت منه که تلفنش خلاص شده، باز ان شاءالله مزاحمش خواهیم. میشه که صحبت کنی یا نه؟ او مصرف تلفنه، نمیخوایم مزاحم شنم. اسم مبارک؟ ابراهیم چی تخلص منین؟ آقای حکیمی. آقای حکیمی بزرگوار. از کجا هست آقای حکیمی؟ از سنگ ماشه، از منطقه کیرسان، پولی برا. چطور که سنگ ماشه دکانداری نمونه که اینجا خب هر جایی که آدم شناس زیاد پیدا کرد که همونجا بهتره بخشیدم. خبر دارین که امروز چه روزی دیگه در کجای سال قرار داریم؟ امروز آخرین روز سال 1398. آخرین روز از سال تحویل هم اطلاع دارین که چه ساعت سال تحویل میشه؟ ساعت 8 فردا. عجب. پس حتما نوروز جدی گرفتین. آره دیگه ما جدی میگیریم. چی آمادگی گرفتین برای سال نو؟ آمادگی برای سال نو می که دوستا میگه برایش که کلچه مثلا میوه دیگه شیرچای میشه برایش آمدن دیگه. خب چطور است در وقت حتما مصروف هم هستین، زیاد وقت هم نمیگیریم، خرید و فروش چطور است؟ خوبه، نه به اندازه هر سال نیه. امسال خیلی، یعنی امسال کمتره؟ امسال کمتره، خیلی زیاد. خب دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیلش مثلا این مسئله مریضی کرونا یک مثلا شایع شده بین مردم که اکثریت مثلا رفت و آمد بین دوستا کم شده و چطور که ماسک زدید؟ مثلا ما خاطر تدابیر چیز کنیم که احیانا مثلا کدام کس یک مریض چند نوع کیک آماده کردین برای مشتری‌ها؟ یعنی کیک هست که کفکیه، یک کیک خامه‌ایه، یک کیک بریشیه، یک هم کلچه، یک هم جامروله. بعد قیمتاش از من فرق میکنه؟ قیمتاش آره. کدامش ارزان تره، کدامش قیمت تره؟ کلچه کیلو 100 روپیه. خب کیک بریشی خلاصه 130 روپیه.
این کیک های کفکیک هست 150 روپیه. جامرول هم 160 روپیه. کیک خامه هم حتما داره. او باز چنده؟ اون 160 روپیه. همون کیک خامه 160. کیک خامه 160. میشه که نشان بده. کیک خامه ای را؟ این کیک هست کیک خامه ای. چون زیاد شاید مشتری داشته باشه. آره مشتریش خوبه. لطفاً زحمت. دوباره ترجمهش کنید. ارزم به حضور شما کشمیش و نخودم به چشم مخره کیلوی چند است یا بسته‌ایه؟ کیلو اینا یک کیلو یک کشمیش افغانستانی یک 130 روپیه میدیم. اون کشمیش ایرانی است که مثلا 150 میدیم. کشمیش باشه. دیگه این کشمیش که 180 روپیه است. یک کشمیش دیگه چیز دیگه چیزای دیگه مثلا سیمیان است مثلا 50 روپیه میدیم. سیمیان باز بسته چند بود؟ بستهش 50 روپیه. هر بستهش 50 روپیه. عجب. بسیار خوب. انشالله که سالی خوب و خوش داشته باشین. آرزوی موفقیت منم. تشکر از اینکه وقت رو در اختیار میشید. سلام علیکم و رحمت الله. جان. سلامت بخیر هستین، جانتون جوره، صحتمندین، عافیتین، وجود مرا خوبه. بیخی جورین. سلامت باشید. سالی نو هم برای شما تبریک. برای شما هم تبریک. انشالله که سالی نیک باشید. خدا کنه سالی نیک و مبارک برای کل مردم جاغوری و بر تمام مردم افغانستان باشه ان شاء الله. موفق باشین. بازار تشریف آوردین برای کدام کاری هست یا که برای از یک کم ذره کیک و کلچه و نخود و کشمیش این چیزا بخش خانه ببرم سر. خب به خاطر سال نو؟ به خاطر سال نو رئیس. سال نو تحویل سال تحویل چه ساعت است خبر دارین؟ ولی میشنم که ساعت 8 بجه صبح که ولی خوب دقیق نمیفهم. خب آره. تو که ما در اینترنت سعی کردم ساعت 8 ساعت 8 صبح و 19 دقیقه و 37 ثانیه. نمو دقیق است دیگه. ان شاء الله خوب آمادگی کامل گرفته شده. ان شاء الله و رحمان. موفق باشین. خدا کنه سالی نیک و مبارک بخش از مردم باشه. می فعلا احساس امروز کرونا مردم میکنه کم ذره تشویش وحشت است. خدا کنه کمی رفشن سر مردم که یک مردم یک بارامی زندگی کنه ان شاء الله. سالی که گذشت در حال گذشتن هست، چطور یک سال بود برای شما؟ بد نبود، خلاصه خوبم نبود. خب مردم افغانستان بیچاره دیگه روزی خوب نداره. از یک سوی کرونا رسید که از یک دو رئیس جمهور رسید که ولی 3 رئیس جمهور میشه دیگه. ولی طالبان خود دولت اعلان منه 2 تا دولت دیگه کشونه برای مردم خرابه، مردم خرابی منه دیگه. خب سال نو چطور پیش بینی مونین؟ به نظر شما چه رقم یک سال نو خواهد باشه؟ فی خداشو نگفته نمیتونیم سری مردم دیگه. از یک کرونا، از یک رهبرا، از لیسم جا که خدا نجات میده دیگه. خدا ان شاء الله که سال نو یک سال پر برکت باشه برای کل دیگه. خوش شدین. خوش شدین. التماس دارم. موفق باشین. یک دنیا. سلام علیکم. علیکم و سلام. کاکا جان خوب هستی؟ بخیر جانک جور تکره خوبی؟ زنده باشی. اسم مبارک؟ اسم ما غلام حضرت. چی تخلص میکنه غلام حضرت؟ تخلص چی رقم؟ لقب بس من علیرضا هستم، فامیلم یاوری است. از شما چیه؟ از ما غلام حضرت تناست. خب غلام حضرت از کجا هستین؟ هستم از غزنی. از خود غزنی؟ از خود شهر کنه غزنی. خب به یال که فعلا جاغوری هستی، چطور جاغوری رو انتخاب کردی برای کاروبار؟ از خاطر که قسمت ما همینجا است و دانه همینجا 10 سال میشه که همینجا کاروبار میکنیم. یعنی 10 سال میشه از عمرت در جاغوری در کردی؟ بله. حتما خیلی با آدمای مختلف سر کار داشتی. بله. آدمای خوب یا بد. در کل در مجموع چطور روش مردم جاغوری برای شما خوب بود؟ روش مردم قدما خیلی خوب است. یعنی راضی هستین؟ بیخی جات راضی هستم. خب امروز خبر دارین کدام روز است، در کدام ساعت‌های سال قرار دارین؟ امروز همون روز است که بخیر سال نو تجدید میشه.
از خاطر که سبا ایجی سال نو است. خب وقتی که خبرداری سال نو است چطور نرفتی پالی خانواده؟ والا اینجا این رقم است که از ما خطر با فروشی است، مال ما جت مانده، دیگرها بخیر خانه رفتن، تنها من ماندم از خاطر مال که گنده میشه. باز شما در کل سال نو تجربه میکنید؟ بله بله. خب چطور از سالی که در حال گذشتن است چطور یک سال بوده برایتان؟ خیلی خوب یک سال بود، فعلا خوب سال بود دیگه، خدا خیرش کنه از بعدش چه رقم میشه. خب سال نو چی پیش بینی مونین؟ چطور یک سال خود باشه؟ ما خواهد خدای پاک مطلبیم که سال نو ما آینده ما مسلمان ها آرام و قرار یک خوب سال نو تیر شه انشالله. یکی گفتین 10 سال دمی کاروبار هستین در جاغوری، کلا دمی 10 سال تروبار فروشی میکردین یا کار دیگه؟ بله دمی 10 سال تروبار فروشی میکردم. خب میشه که این قیمت های تروبار از شما پرسان کنیم چندی هست قیمت میشه؟ بله. برای ما تشریح بدین؟ بله میتونم. خب از جمله شروع میکنیم از بایدنجان. بله. چی میگه بایدنجان میگه؟ بانجان میگه. بایدنجان کجایی هست و کیلوی چنده؟ این بانجان از سمت ایران میاد دیگه، خبر ندارم که از کجا است. خب باز کیلوی چنده قیمتش؟ قیمتش 50 روپیه. یک چیز دیگه که من باید پرسان کنم از شما یکی در آخر سال نه بازارها خود طبیعتا شلوغه. بله. قیمت ها هم فرق کرده، ارزان شده، قیمت شده. بله نه والا قیمتی جور شده. خب قیمتی جور شده. باز چطور از خرید فروش؟ امسال خوب بود، پارسال خوب بود یا 10 سال پیش خوب بود؟ نه والا 10 سال پیش خیلی خوب بود. خب بعد از اون خوب بود، ولی امسال او رقم سودا فروش نیست مثل هر سال اوری. امسال که کمتر است، به نظر شما چی دلیلی باعث شده که سودا فروش کمتر باشه؟ والا از خاطر که روا بند است، مردم خیلی این چیست، راه ایران بند است، کلگی کاروبار مردم در ایران بسته است. خب امروز اون کاروبار ایران نیست، مردم ها مفلس است، این نمیتونه، قدرت نداره به چیزی که به خرید و فروش کنه. باز در شب روزای عید چطور است؟ خرید و فروش بهتر نیست؟ بله دمی 3 4 5 روز خوب خرید و فروش کردن. خب میشه که بگوین که سیب چه نوع سیب است؟ سیب کجایی است و قیمتش چند است؟ این سیبا از بنام ایرانی میایه. این سیبا ایرانی است، یعنی خرید فروشش خوب است. خب منطقه ما به 60 روپیه کیلوش میتیم، یک کارتنش 600 میخریم. خب یعنی امو سیرش باز چند میفته؟ سیرش 400 روپیه میفته. سیر 400 افغانی درسته؟ 400 افغانی. یک سیبش باز مالتا چطور؟ مالتا کیلوش 40 روپیه ما میتیم. سیر چند میفته؟ سیرش 200 روپیه میفته. 2.5 این حتما از پاکستان خواد بیاد. بله بله این از پاکستان است. کیوی 120 روپیه 110 روپیه میاریم، 130 و 20 سودا میکنیم. باز قطیش 1 کیلو یا کمتر زیادتر؟ زیادتر است. 300 گرم زیادتر است 1 کیلو. همون قطیش 130 میفروشین؟ قطیش 130 روپیه میفروشیم. میایم سر سوزی. این سوزی چطور است؟ بسته‌ای است کیلویی است؟ بسته‌ای است کیلویی است. کیلویش 50 روپیه میتیم، بسته‌اش 10 روپیه سودا میکنیم. 300 روپیه در غزنی خرید کردیم سرش. خب چه نوع سبزی ها فعلا موجود داریم اینجا؟ مثل گندنه، نیشپیاز، نانا، گشنیز، یعنی کاهو، کرم، مولی سرخک، بادرنگ. کله میبینید نام خدا خوب کله است. این کله درجن چنده؟ این کله درجن 160 روپیه. این کله به نام کله ایندی یاد میشه. خب ممنون از اینکه وقت تو در اختیار ما گذاشتین، از اینکه واقعا زحمت میکشین در این شب روزای عید در خدمت مردم قرار دارین. امیدوارم یک سال نیک و مبارک